سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با بهترین غذاهای اصفهان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. بریانی موادش: گوسفند چرخ کرده، نعنا، پیاز، زعفران و دارچینه. یخم ترش موادش: گوشت گوسفند، آلو برقانی، برگه زردآلو، برنج، به، آب، شکر یا شیره خرما، فلفل سیاه و زردچوبه. کباب مشتی یا کباب زردک موادش: از گوشت چرخ کرده، شیره، سرکه، آرد نخودچی، زردک، ادویه و پیاز ریزه. موادش: گوشت چرخ کرده، پیاز، رب گوجه فرنگی، آب، آرد نخودچی، سبزی معطر خشک، زردچوبه، نمک و فلفل. کوفته شوید باقالی موادش: سبزی کوفته، گوشت، باقالی پوست کنده، برنج، جو یا بلغور جو، زردچوبه، دارچین، فلفل سیاه، تخم مرغ، کشمیش، گردو و آلوه. تاس کباب موادش: گوشت گوسفندی، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، به، آلو خرشتی، هویج، فلفل سیاه، نمک و زردچوبه است. کوفته کشک موادش: گوشت چرخ کرده، برنج، کشک، سبزی کوفته مثل تره، شیوید، ترخون، جعفری، نعنا خشک، پیاز، نمک، فلفل و زردچوبه است. کباب حسینی موادش: گوشت سردست گوسفند، پیاز، کره، فلفل دلمه‌ای، گوجه فرنگی، فلفل سیاه، نمک، آب لیمو، زعفرانه. دلمه برگ مو موادش: برگ مو، گوشت چرخ کرده، لپه، باقالا، پیاز، کشمش، برنج آبکش شده، خرمای بدون هسته، گوشت چرخ کرده، شوید، مرزه، ترخون، جعفری، نمک، فلفل سیاه، دارچین و پودر سیره. مواد سس دلمه: آب لیمو و شکره. حلیم بادمجان موادش: گوشت، بادمجان، برنج، حبه سیر، پیاز داغ، کشک، نعنا داغ، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه است. حلیم ماش و قمری موادش: گوشت گوسفند، سبزی، برنج نیمدونه، ماش، کلم قمری، پیاز داغ، نعنا داغ، نمک، فلفل و زردچوبه است. شعله بریون زیره موادش: برنج لنجانی یا برنج نیمدانه، پیاز، گوشت دنده یا گردن گوسفند، پودر زیره سیاه، زردچوبه، دارچین، نمک، فلفل، کرم اختیاریه. حلیم عدس با گوشت موادش: پیاز، عدس ریز، گوشت گوسفندی، نمک، فلفل، زردچوبه، دارچین، گلپر و زعفرانه. یخن و لوبیا موادش: گوشت بدون استخوان، قلوه‌گاه گوسفند یا بره، تره، جعفری، شنبلیله، لوبیا سفید، برنج نیمدونه، سیب زمینی، نمک و زردچوبه است. حلیم شیر موادش: گوشت گردن گوسفند، شیر، گندم پوست کنده، روغن و دارچین برای تزیینه. کله جوش موادش: کشک، پیاز بزرگ، گردو، نعنای خشک، نمک، زردچوبه و فلفل سیاهه. آش سماق موادش: آرد برنج یا برنج نیمدانه، سماق خشک، گوشت چرخ کرده، تره، جعفری، ترخون، گیشنیز و کمی نعنا و پیازه. نخود آب موادش: نخود، پیاز متوسط، آرد گندم، آب، جوز هندی، دارچین، میخک، نمک، فلفل و زردچوبه است. آش شوربای سبزی موادش: گوشت چرخ کرده، پیاز، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پودر سیر، سبزی آش، هویج، برنج نیمدونه، شوید خشک و ماشه. آش شعله قلمکار موادش: گوشت گوسفندی، سبزی آش، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا سفید، عدس، ماش، بلغور گندم، برنج، پیاز داغ و نعنا داغ برای تزیین. اما سرکه چغندر موادش: سرکه، چغندر قرمز، آرد، آب و نمکه. پلو ماش و قمری موادش: برنج، کلم قمری، پیاز کوچک، گوشت چرخ کرده، ماش، سبزی پلو، زعفران، ادویه پلویی، زردچوبه، نمک و فلفل سیاهه. خورش به آلو موادش: به، گوشت خرشتی، پیاز، آب لیمو، رب گوجه فرنگی، شکر، آلو بخارا، کره،
نمک، فلفل و زردچوبه است. به پلو موادش برنج، پیاز داغ، پیاز متوسط، به گوشت تکه درشت، زعفران، آلو خرشتی، نمک و فلفل سیاه. دم پختک کنجد و خشخاش. موادش از کنجد، روغن، خشخاش، گردو، پیاز، هویج، زردچوبه، نمک، فلفل، پودر کنجد، نمک و فلفل. تخم مرغ. خورش نعنا جعفری. موادش گوشت خرشتی، جعفری، نعنای تازه، گوجه سبز، پیاز، شکر، زردچوبه و دارچینه. خورش ماست. موادش گردن، ماست چکیده پرچرب و زعفرانه. کوکوقندی. موادش سیب زمینی، تخم مرغ، شکر، زعفران، پودر هل، عصاره وانیل، خلال بادام و پسته برای تزیین. مواد شهدش شکر، آب، گلاب، زعفران و پودر هل. پاچه هفت دخترون یا بیبیهو. موادش شکر، آرد گندم، زعفران دم کرده، گلاب، آب، روغن مایع، پودر نارگیل برای تزیین. دوغ و گوشفیل. موادش آرد سفید، ماست، زرده تخم مرغ، شربت بار، بیکینگ پودر، کره، وانیل. موادش شربت بارش، آب، شکر، گلاب، عسل و زعفرانه. فرنی. موادش شیر، شاسته ذرت، آرد برنج، شیره انگور یا خرما، عرق هل، آب و گلابه. داخته اصفهان. موادش مغز پسته، بادام، فندق، گردو، کنجد، نخودچی، خارک، نارگیل، سنجد، شیره خرما، نبات، زعفران و آب. دوستان مرسی که اینجا همراهم بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.